باز بسیم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مادران و مادران بسیار بسیار او هستم که میرو خاتمه کار و شما گردانم، ایمان ها سلامت و میل و خاتمه و شما را به سوی پاک زیاد بگرداند و از الله مهربان خواهم که خدا محبت میل و خواهش شما را به سوی ذاتش باز هر بگرداند. الله بسیار مهربان خواهان او که خداوند گذشته همه ما و شما را رحمت و مغفرت، بیماری ها کامل گرداند، عیب‌های ما و شما را هر جا که باشند خدای مهربان صحت و سلامت باز به منزل و به خاندان شما رساند. و از الله مهربان خواهان او هستیم که خداوند در این موقع‌های ما شما در دیار شما خیر و برکات نازل کند، آفت و بلاها و سختی ها را الله مهربان از این دیار ما و شما، از این ملک شما. برادران و گرامی، الحال که ما در یک ساعت قرار داریم که بسیاری از برادران و خواهران سؤال ها زیاد کردند و انشاءالله من الحال به این سؤال هایی که در پیشم هست از کتاب ها جواب هایی که هست به سمع شما میرسانم. پیش از آنه که من این سؤال ها را برای شما مطرح کنم، جواب هایی را که شما شنوید، یک دعای بسیار زیبای پیامبر با یک طریق درس، با یک طریق تعلیم من به سمع شما میخواهم رسانم که بعد گوش کردن این دعای پیامبر شما این دعا را حفظ کنید، زیرا که ما این دعا را در بسیاری از نشستها و عبادت هامون انجام میدیم و دوست می‌دارم که این دعا را هم شما هم حفظ کنید و شما هم از این دعای بسیار زیبای پیامبر استفاده برید. زیرا برادران عزیز و گرامی، الله مهربان ادعونی استجب لکم میگفت، شما مرا دعا کنید، یعنی شما مرا فریاد زنید، شما مرا خوانید، من به داد شما میرسم، من فریاد شما را میشنوم، من دعای شما را قبول میکنم. حتی پیامبر نازنین گفت، خدای مهربان فرموده است، حدیث قدسی است، من لم یدع الله غضب علیه، اگر از من دعا طلب نکنید، از من به طرف من فریاد نزنید، خواهش نکنید، من بالای شما غضب میکنم.
یعنی الله مهربان ایرا از روی مهربانیش میگد که مرا دعا کنید تا من دعاهای شما را قبول کنم. چگونه دعا کنیم برادران عزیز؟ راوی این حدیث حضرت انس رضی الله عنه که امام مسلم در کتاب معتبر و مشهور و صحیح خود این دعا را میارد که انس رضی الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والحرم وزلاع الدين وغلابة الرجال وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. برادران عزیز، خواهرای عزیز، این دعا را من قبلا گفتم شما حفظ کنید. شما میتونید اگر با این طریقی که با زبان عربی هست ندانینم معناش همین است، با معناش هم که حفظ کنید انشاءالله خدای مهربان قبول میکنه. اللهم اینی اعوذ بک من العجز. پیامبر من دعا میکرد خدای مهربان به سوی تو پناه طلب میکنم از عاجزی، از ناتوانی، از دستنگری، که هیچ وقت ناتوانم نکن، هیچ وقت دستنگرم نکن، هیچ وقت عاجزم نکن، خارم نکن. یکم چیزی که پیامبر گفتن. دوم و اعوذ بک من گفتیم فرمود من العجز و الکسل، و پناه طلب میکنم به سوی تو را اینکه از زمره بندگان تنبل نباشم. یعنی بنده باید تنبل نباشد. برادر عزیز، چی در حیات، چی در کار و بار زندگی و چی در بندگی خدا. یعنی الله مهربان مرا از تنبلی نجات بده، مرا از زمره بندگان تنبل نگردان. و الکسل و الجبن، الله مهربان به سوی تو پناه طلب میکنم که از زمره بندگان ترسانچک نباشم، از زمره بندگان غیور تو باشم، از زمره بندگان جسور تو باشم. و پناه طلب میکنم از بخل، یعنی خدای مهربان اگر مالدارم کرده باشی از زمره انسانهای گردان که تا من دستی سخا داشته باشم، دستی دهنده داشته باشم. یا بخل معنای دیگر هم دارد، خدایا از زمره انسانهای نباشم که به دیگر بندگان تو بخیل باشم. و سوی تو پناه طلب میکنم از زلاع دین، خدایا به سوی تو پناه طلب میکنم که در دنیا قرضدارم نکن، زیرا قرضداری هم برادر از بسیار شوم است. یکی از گویم غضب‌های الهی امین است که وقتی بنده را در قرض مبتلا میکنه. و غلبت الرجال، خدایا به سوی تو پناه طلب میکنم که نه ظالم باشم و نه مظلوم. به سوی تو پناه طلب میکنم که نه ظالم باشم نه مظلوم باشم، و نه در جبر ظالم مبتلا باشم. به سوی تو پناه طلب میکنم. و اعوذ بک من عذاب القبر، خدایا یک روز نه یک روز حیات من بود می شود و من خانه آخرتم قبر میرم. خدایا از عذاب قبر مرا نجات بده. و اعوذ بک من فتنة المحیا و الممات،
زمانی که حیاتیم، زمانی که در این دنیا زندگی داریم، فتنه های بسیار دارد. خدایا از فتنه های هم حیات، هم زندگی، هم زنده ها و هم از فتنه خانه قبر و روز قیامت پناه طلب میکنم. برادران عزیز، هر کدام اینها را شما می توانید علاهیده نویسین و به سوی پروردگار از اینها شما پناه طلب کنید. الله مهربان، ما هم دعا میکنیم که خدایا از این دعای زیبایی که پیامبر گرامی برای ما تعلیم دادن، ما هم از زمره دعاگوها باشیم و خدای مهربان این فریادی که به سوی تو میکنیم، از این فریادی که پیامبر به سوی تو کرد، از ما قبول بگردان. میایم برادران عزیز به سر سوال هایی که در پیش من است. من برای شما سوال ها را میخوانم. بسم الله الرحمن الرحیم. من بسیاری از سخنهایی را که برادران می نویسند، من برای وقت زیاد نگرفتن همه آن مقصد سلام ها و درود ها و پیام هایی که شما هست در نسبت ما می رسانین، اونها را من نمی خوانم، فقط و فقط سوال ها را می خوانم تا که برای ما مهم همون سوال ها هستند. نفری سوال دادن که دامنای عزیز، برادر من فرزند ندارد و خواهش دارد که از من یک فرزند گیرد، به خاطر که البته آدمی که فرزند نداشته باشد از او فرزند نشود. گفتی همون بعض شعرهایی را که گوش میکنیم، خانه ای که طفل دارد غیبتی بیگانه نیست، یعنی در خانه ای که اگر فرزند باشد البته او خانه را با حقیقتا زیباگیش و خوبیش و او خانه دا گویم سخنی بیهوده نمیشدگیش و همه با به همون فرزندکا انشاءالله وابستگی دارد. این برادر که میگه فرزند ندارد میخواهد که عائله من یک فرزندی را به دنیا بیاره و در دست برادرم تیم. آیا همین از نگاه اسلام درست است یا نه؟ اکو برادران عزیز و گرامی، حقیقتا برای دلبرداری برادر مسلمانات، برای دلبرداری مقصد نزدیکان خودت، وقتی که شما یک فرزند به دنیا می آید و او را در دست او میبرین میسپارین، خواه دختر باشد خواه بچه، همینجا بعضی نازکی هاش اگر رعایت شود اجازت های. مثال یکم نازکیش همینه که من بسیاری از صحبت های با تلفنی ده بعضی خواهرها میگن که ماها را مجبور میکند شوهرامون که مقصد ما فرزند مونه، خواه برادری او باشد، خواه از مثال گویم یگان اولادهای زن باشد، کسی باشد برده در دست همون دیم تا مقصد دل او را به دست بیاریم، تا غم و مشکلات او را دور کنیم. ولی زنها راضی نیستند. در همین حالت همین را هم به نظر گیریم که فرزند یک مثال عائله خود با طریق مجبوری برده نسپار، در این راضیگی طرفین باشد. زیرا برادرای عزیز، حقیقتا مادر اگر به شرطی که پدر در همین حالت بی پروایی یا اینکه مقصد یگان به اهمیتی کند، ولی برای مادر این خیلی مشکل است. از این لحاظ در همین مسئله راضیگی طرفین حتما باشد. دیگر چیزی که برای این مهم است، وقتی که فرزند میبرین در دست برادرتان میتین، نسب همو را پنهان نکنن. یعنی اگر وقتی زمان همو فرزند مادرشناس و پدرشناس کشید، او را بگن که مثال پدر و مادر تو فلانی های، ما مقصد از جهتی که خداوند اکو ما را از این نعمتش محروم کرده بود،
ما شما را گرفتیم و کلان کردیم، ما شما را به وایه رسانیدیم، انامین نسبی انامون پدر و مادر پوشیده نگاه نداریم. بسیاری جایها ده همین خیلی هست که یعنی مقصد من اگر گویم که این پدر شای این مادر شای این در من فرزندی نمیکنه. نه انشاءالله اون مهنت هایی را که شما میکنین به وایه میرسانین حقیقتا اگر پدر و مادرش هم که شناسه و با پدر و مادرش هم که رابطه داشته باشد، لیکن انمون مهر و محبت شما هم در جسم و در جان او فرزند تأثیر گذاشتگی است. من بسیار دیدم فرزندایی را که برادرها و نزدیکا کلان کردگیان، لیکن اکثر وقت در خانه همون نفری هست که او را به وایه رسانیده است. اگر چند پدر و مادرش هم میشناسد با او هم دارد رابطه، لیکن اینجا بیشتره همین ها را هم پدر و مادر میگه. برای همین نسب او را نپشانه، هیچگاه پنهان نکنه، این شریعت من میکنه. و فرزندایی هم که اگر با همین طریق به وایه رسانه امروز صحبت مرا شنوند، شما پدر و مادرتونه البته در مد اول گذارین، لیکن اینهایی که شما را از خردی کلان کردن به قدر اینها هم رسیدن در کار. اینها را هم همچون پدر و مادر احترام کردن در کار. از دعای اینها هم انشاءالله تو برکت میابی. دیگر چیزی که برادر عزیز در اینجا مهم است، شما تربیه فرزند با نظارت کنید. من در روسیه شنیدم که یک نفر برادرش فرزند میتید، دخترک میتید، زنی او برادر زنی او روسی بوده است، گرفته است همون دخترک نامش تانیا مانده است و همون تربیه و همون مجازی خود همون مردم و ملت در همون دخترچه مقصد گذاشته است. انا اینده شما گناهگار میشید. برای همین کسی باشد نباشد ما الحمدلله مسلمانیم، از تربیه دینی خودمان او را هیچ وقت نگاه کنید که دور نکنن و او را مقصد هم مسئولیتش بگیم روز قیامت با بزیمه شما های، یعنی جهت تربیهش ده هم اهمیت بدید. سوال دیگر، آیا ایمان از اسلام چی فرق دارد؟ برادر عزیز و گرامی، برادرها سوال کردند که ایمان از اسلام چی فرق دارد؟ یعنی می شود که ما گوییم اول ایمان است بعد اسلام، یا اول اسلام است بعد ایمان؟ میتونیم همی را گفتم. من در فقه اکبر گوییم از عقیده بسیار پاک حضرت امام ابو حنیفه، کتاب خود ابو حنیفه، برای شما عباره های میخوانم در همین باب. میگد حضرت امام ابو حنیفه میگد که فمن طریق لغه فرق بین الایمان و الاسلام، بین ایمان و اسلام از روی لغت فرق است. یعنی معنای ایمان اگر یک بگیم که اعتقاد باطنی باشد یا تصدیق باشد، معنای اسلام سر نهادن در امرهای الهی، یعنی تسلیم شدن در فرمودهای خدا. بین یعنی از روی لغت فرق میکنن، معنای ایمان دیگر چیزه، معنای اسلام دیگر چیزه. ولی در دوام چی میگه حضرت؟ ولکن لا یکون ایمان بلا اسلام ولا یوجد اسلام بلا ایمان. لیکن میگه هیچ وقت تصور کرده نمی شود که ایمان را به اسلام و یافته نمی شود اسلام را به ایمان. نمی شود یک کس مؤمن بگوی مسلمان نگوی، یا مسلمان بگوی مؤمن نگوی. یعنی میگه اینها را از یکدیگر جدا کردن امکان ندارد و ممکن هم نیست. و چی میگه در اخیر؟ و هما کالظهر مع الباطن. ابو حنیفه میگه که ایمان و اسلام مثل شکم و مثل پشت است. یعنی اینها از یکدیگر برادر عزیز در عقیده حضرت امام ابو حنیفه
که من از فقه اکبر که کتاب عقیده است از عباره های او برای شما خواندم، انا عقیده ما و شما همین است که ایمان و اسلام یک چیز است. اینها مثل پوشت و مثل شکم هستند. بگذار اگرچه در دیگر گویم انا مذاهب دیگر یا گویم گروه های دیگر اگر چگونه ای که معنا میکنن، لیکن مذهب ما و شما آن چیزی را که برای شما بیان کردم انا همین است. دیگر نفر سوال داده است: برادر عزیز داملا، پیامبرمان چند فرزند داشتند؟ خواهرها و مادرای عزیز، من از همه شما همچه یک فرزند شما، همچه یک برادر شما خواهش میکنم شما حرکت کنید که حیات پیامبر از روی کتاب ها خوانید. شما خواهید که اگر پیامبر با طریق لازم و در کار شناسین، از تولدش تا وفاتش باید که شما کتاب خوانید. وقتی شما میخوانید حیات او را، بعد در جان و جگر شما این پیامبر نازنین جای میگیرد. اکنون امروز اگر من گویم ای بای برای مسلمان که نداند که پیامبرمان چند فرزند دارد، ولی امروز دیدیم که تمامی گوشتینگیرها را میدانند، تمام بکسیارها را میدانیم، تمام جنگاورهای مثال همون MMA هست یا UFC هست یا مقصد کدامش نباشد میدانیم. فوتبالیست ها را چندین کمانده هایی که در انگلیا هست، در فرانسه هست، مثال در ایتالیا هست، حتی نامه های همون گویم فوتبالیست و نامه های کمانده را میدانیم. یعنی بسیاری از چیزهای را ما و شما امروز حفظ کردیم. میلش بگذار معلومات برای کسی زیاده باشد، من مقابل نیستم. کسی داند خوب با جهان امروزه آشنا بودن، شناس بودن نه است. این مقصد بگذار آدم مسلمان از همه جهت آگاهی داشته باشد. یک کس مرا سوال کرد که داملا همین کتابایی را که بگیم از دستخطای لنین هست ما بخوانیم. بچه بسیار بچه بسواد بود. من گفتم بخوان، بگذار بداند، در گرد همون لنین هم داند که است لنین، در گرد استالین هم بگذار داند، در گرد مارکس انگلیس هم بگذار بداند. این دانستن، این معلومات داشتن، این بسیار برادرای عزیز خیلی و خیلی مقصد برای ما و شما مفیده، به نهایت منیت خوبه. برای چی دانشمندان میگن به دانایان دم ارزد جهانه، نه ارزد صد سری نادان بنانه. با آدم دانا یک لحظه نشستن ارزش دنیا را داره، لیکن با آدم نادان میگه 100 تاش جمع کن ارزش یک نان یک سامانه را نداره. ولی بسیار از محفل هایی که ما میریم از همه همین آدم ها میپرسن مقصد همین مارکس کی بود، همین انگلیس کی بود. بینین از بسیار این چیزها میپرسن. اگر ما دانیم و امروز بچه های ما که در مکتبه های بسیار خواندیستن، از اینها وقتی سوال ممکنن جواب گوییم، میدونیم که ما یک باره در اونها با یعنی محبت دین و ایمان حتی جا میکنیم که بین میگد دامرا بازم آن که آیت هم میداند، حدیث هم میداند، مقصد قصه صحابه را میداند، با جهان امروزه هم آشنا معلومات دارد. از این لحاظ برادر ما را سوال کرده است که انا پیامبر چند فرزند دارد. من در یک سرتراشخانه بودم، بعد یک بچه اومد برم در شیش نوبت ده بدیم. بعد بچه که منم خیلی اول پرسی کردم، جای خواندنش هم پرسیدم. بعد گفتم که همین انا چند الیمنت های خیمیوی هست. در حال جواب گفتن. گفتم همین مندله خودش ملتش چیه؟ در حال جواب گفت. بعد از آن از این دادرمون پرسیدم که
اسحاق نیوتن گفتگی ما خوانده بودیم. همین نیوتن ملتش چیه؟ وای هم جواب داد. بچه دانشمند بوده. بعد گفتم یه سوال دیگر میتونم. همین پیامبرمون چند فرزند داشت که دیگر جواب دادن نتونست. من گفتم دادری عزیز، من در این علمی که تو گرفتی من طرفدارم. من هم همین آدمای همین دانشمند و میخواندگی را احترام میکنم، دوست میدارم. لیکن بین تو نمیدانی که پیامبرمون چند فرزند داشت، پیامبرمون چند سال عمر دید، نمیداند. یعنی گویم مهم است، ضرور است برای آدم مسلمان که یک پیغمبری که شفاعت کننده ما هست، پشتیبان ما هست، برای ما همیشه آب دیده میکرد، حتی دم آخرش ده با امتی 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 گفته جان به حق تسلیم کرد. ما امروز ندانیم که پیامبرمان چند سال حیات دید، پیامبرمان چگونه حیات گذرانید و چند فرزند دارد. پیامبرمان برادرای عزیز 7 فرزند داشت. بچه‌کاش انا قاسم بودن، طاهر بودن، ابراهیم بودن. 3 تا بچه داشتن، 4 دختر داشتن. همگی 7 فرزند بود. دخترکاش فاطمه بود، رقیه بود، زینب بود، کلثوم بود. همین 6 فرزند همش از حضرت خدیجه بود. 1 فرزندشون ابراهیم از ماریه قبطیه بودن. خب سوالی دیگر آمده است که آیا ما در دکانهامون قلمفور، الچه زنبور، خار، نعل اسب همین ها را مقصد میگذاریم، آویزان میکنیم. مقصد ما همین است که یعنی در همین کارهای ما، در مقصد روزگذرانی های ما، در سودای ما برکت می شود، خیر می شود. آیا مقصد همین از نگاه دین چگونه است؟ برادرای عزیز و گرامی، از نگاه دین وقتی ما قلمفور یا الچه زنبور یا گویم که ولی خارهای کلان کلان هستند، او را مثال میاریم، دروازه هایی که در همون خانه زندگی میکنیم، یا نعل اسب میاریم میگذاریم، اینها شو به مقصدی میاریم که در خانه ای که اگر خار یا نعل اسب باشد ای زهر چشم و همچنان در او خانه برکت می شود و گویم جنجال و بدبختی در او خانه نمی شود. از الچه زنبور و این قلمفور و اینها را سوداگرها بیشتر میبرند، در دکاناشون میمونند به مقصدی که سوداهاشون کشاده و سوداهاشون بسیار بسیار گویم سر سودا شود، سودا تیز شود. حتی از زمان بعضی مردم همون از گرگ پوست میگرفتن، بعضی هم پوست های مادینگیش هم میگرفتن، همراهشون میگرداندن که گویا که اگر همون در برد باشد مقصد تو حیبت داری و تو وقار داری و یعنی تو را هیچ کس مقصد هیچ کار گرفتن نمیتونه. اینا همه اینهایی که من گفتم برادرای، همه اینها شرک هستند، همه اینها خرافاتند. اگر هر کسی که با اینها تکیه میکند، از اینها برادرای عزیز یاردم طلب میکند، از اینها یگان برار طلب میکند، شما میدونید که یعنی شما همچون اینها را معبود خودتون قرار دادید. یعنی خدای شما، پروردگار شما انا اینها هست. زیرا خدای مهربان ایاک نعبد و ایاک نستعین گفت، یگانه عبادت خاص من است و هر چیزی را که شما اگر
خواهشاتان باشد فقط از من طلب کنید. من آیت قرآن برادر عزیز چند آیت در اینجا نگاه کردم. اگه آیت ها در باب شرک به نهایت زیاد است. خدای مهربان در سوره نیسا آیت 116 ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلك لمن یشاء و ما یشرک بالله فقد ضل ضلالا بعیدا. خدا میگه همه گناه را میبخشم مگر شرک نمیبخشم. و هر کسی که اگر به شرک داده شد بسیار در یک زلالتی بده، بسیار یک گمراهی، بسیار در یک بدبختی او دوچار شده است. این از سوره نیسا بود. سوره مبارکه انعام آیت 88 ذلك هدى الله یهدی به من یشاء من عباده ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. اینش با وزنی‌تر برادر عزیز. خداوند میگه اگر هر کسی که با عملهای شرک همیشه دست بزند، همیشه به شرک مبتلا شود، مثل که همین کردارهایی که بود، داند که تمام اعمال خیرش از نامه اعمالش دور میکنه. آیت دیگری از سوره مبارکه کهف آیت 110 الله میگه قل انما انا بشر مثلكم یوحى الی انما الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي احدا. خدای مهربان گفت هر کسی که اگر خواهش و ارادش همین باشد که روز قیامت جمال مرا بیند او عمل صالح کند ولی شرک هیچ وقت انجام نتید. انامین هایی که گفتم برادرای عزیز اولی موره های چشمی هست که در گهواره های کودکان کشال میکنیم، در گردن های خودمان کشال میکردیم. اولی باز در بعضی آشخانه ها دیدم که حتی یک صورت چشم کلان آوردگی هم تا آویزان کرده است گویا که از چشم نگاه می داشته باشد. نه برادران عزیز، همه اینا شرک با خدا هستند، همه اینا خرافات هستند، همه اینها مقصد گناه هستند. گناهاشون تمام اعمال نیکتان از بین میبرد. ببینید تمام ثوابهاتون از بین میبرد. شما به اینها تکیه نکنید. خدای مهربان گفت و ما یتوکل علی الله فهو حسبه. شما به من تکیه کنید من شما را بسم. نه به خار، ببینید، نه به مهره، نه به نل، نه به قلنفور، نه به الچه زنبور و نه دیگر، نه دیگر به هیچ چیز تکیه نکنید. فقط به من تکیه کنید، من برای شما بسنده ام. شما میدونید که محمد عمر سربازی در کتابش میارد که اگر یک نفری سحر مقصد میرود به خاطر که یک مرغ دارد، الچه مرغش میرود، میخواد که اموار دانه تید، میبیند که مرغهاش همه مقصد کشته شدن، یک روبه آمده است همش کشته است. میگه اگر در همین جا همین انسان گوید که من سگ میداشتم، همین روبه طرف همین الچه مرغای من نمی آمد، همینجا شرکی با خدا کرده است. زیرا که این آدم مقصد بین ضرر از الله نمی بیند، بلکه میگه سگ میداشتم مرغای من زیان نمیدید. برادر عزیز بسیار نازکی ها داره. حتی خدا رحمت کند ابوبکر وراقی را میگه وقتی که فرزندش در خوابش دید گفت چی ای حالت؟ گفت پدر چگونه ای؟ گفت انشاءالله از پیش خداوند نجات یافتم، لیکن در یک مسئله خیلی عتابم کرد. گفت چی مسئله بود؟ گفت یک بار شیر خوردم شکمم درد کرد، گفتم همون شیر اگر همین سبب شکم دردی من همون شیر شیدگیه. بین وقتی یک ضرر از شیر دیدم گفت
این شرک با خدا شده است. یعنی ما باید میلش اگر شیرم در ما زیان کرده باشد گوییم که خدای مهربان مقصد همین دردی که در من است از جانب الله است. اونها یک سببن، یعنی اونها نه ضرر داده میتونن نه فایده، اونها یک سببن، لیکن ضرر و فایده همش از جانب الله دیدن در کار. و این خاطر این ممکن نیست اینها را مقصد شما نکنین که هم عمل صالح تا نابود می شود، هم بینین خدای نکرده به همین اعتقاد اگر ای دنیا گذارین الله میگه من این گناه شما را نمی بخشم. و آدم مشرک در پیش خداوند بسیاری بسیار بی‌قدره، بسیاری بسیار بگیم که یک آدمی در خجالت است. ولی همین شیعه ها را برای چی قدر اهل سنت مذمت میکنن؟ به خاطر یک شرک بسیار دارن، به خاطر که قبر پرستی دارن، به خاطر که آدم پرستی دارن، به خاطر که تمامی همون یاردم هاشون از مخلوق میکنن. و همین خاطر این امروز همون شیعه ها را اهل سنت مذمت و ملامت میکنن. خب آیا نامهای پیامبر ما اگر در فرزندامون گذاریم درسته یا نه؟ نامهای پیامبرها را در فرزندامون، بله برادرای عزیز، پیامبر ما خودش فرموده است که شما در فرزنداتون نامهای پیامبرها را گذارید، مثل خود محمد و مثل احمد و مثل یوسف و مثل یحیی و مثل ادریس و دیگر پیامبرهایی که نامهاشون در قرآن هست، ما میتونیم که نامهایی را بگذاریم. یگان جای گناهش نیست برادر عزیز که ما اگر از نامهای پیامبرها در فرزندامون گذاریم. ولی بسیاری آدما بچه‌هاشون بعد بیمار میشوند، بعد میگن داملو میگن همین نام بگردون که همین نام به فرزند من وزبینی کیسته. انا همین هم برادر یک خرافاته. همین هم برادرای عزیز، خواهرای عزیز، انا همین ها هم شما گناهگار میشین. نام وزبینی نمیکند وقتی پیامبر خودش دلالت کند که شما فرزنداتون از نام محمد و از نام احمد و از نام دیگر پیامبران نامگذاری کنید، با چگونه این نام وزبینی میکرده است؟ برای همین او دردی را که در فرزندیت هست وی هم ای نزد الله هست و این نام به او یگان زیان زلال ندارد. انشاءالله زیان دارد وقتی نامش اگر موافق به سنت نباشد، لیکن از این نامهای زیبا وقتی میمونین یگان وزبینی ندارد. بعضی برادرها خواهش کردند که درباره نعمت شوهر، یعنی شوهرم مقصد نعمت است، شما درباره نعمت شوهرم برای زنهای امروزه گویین که مقصد به قدر مردها نمیرسن. ولی من در حدیث دیدم، حدیث جناب امام مسلم با روایت عبدالله ابن عمر، پیامبر گفتند الدنیا متاع و خیر متاع دنیا المرأة الصالحه. دیگر حدیث انما الدنیا متاع وليس من متاع الدنيا شيء افضل من المرأة الصالحه. پیامبر گفته است دنیا اگر متاع باشد بهترین متاع دنیا این زن صالح است. پیامبر گفته است در دنیا هیچ نعمت بهتر از نعمت زن صالحه نیست. یعنی چگونه که زن صالحه هم خواهرای عزیز نعمت هست، مردکا هم باید وقتی که صاحب زن شدن با زنداریشون شکرگزاری کنن، زنها هم باید با شوهرداریشون شکرگزاری کنن. ولی در حدیث خواندم که پیامبر من طرف زنها گشت و گفت یا معشر النساء تصدقنا و اکثرن من الاستغفار. گویا ای زنها صدقه کنین و استغفر الله بسیار بگین. فإني رأيتكن اکثر اهل النار. زیرا من بسیاری از نفرهایی را که در دوزخ دیدم نگاه کردم که از زمره زنها بودند.
قالت امرأة منهن، میگه بعد یک زن از همو بین گفت ما لنا یا رسول الله، حضرت برای چی اکثر اهل عذاب زنها بودن؟ گفتن تکثرن اللعن و تکفرن العشیر. دو چیز گفتن پیامبرمون. یکم گفتن که شما با زبانهاتون بسیار بسیار گفتن آزار میتین. حتی میدونیم برادر عزیز که بعضی از مادرها را برادرها حکایه میکنن، میگه که زنها میگه فرزندای خودشون میگه بعد پدرت لعنت، فرزندای خودشون میگه حرامی، فرزندای خودشون میگه که تو را مقصد انا بگیم تا یک نام بسیار زیشت میگیرن، مقصد تو را همون اولاد حرامای، یعنی نسبت میتن به اولاد مردکش. یا اینکه چی حقارت هایی که امروز خواهرای عزیز به خدای مهربان قسم، با والله بالله تالله من هر روز هم نباشد هفته ده حتما یک یا دو نفر جوان مردا زنگ میزنن که زن من گفت در دهن پدرت فلان، در دهن مادرت فلان، در دهن خودت فلان، در دهن اکا و خواهر اولادت فلان. داملا مقصد همی نکاح ما چی می شود، زندگی ما چی می شود؟ پیامبر گفت که انا از همین حسابی لعنت گفتن تان، از حسابی انا همین حقارت کردن تان، من دیدم که اکثر عذابی در جهنم از حساب زنها بود. دویم گفت چیزی که دیدم زنها را دوزخ می برد این چی بود؟ تکفرن العشیر، یعنی به نعمت شوهر شکرگزاری نمیکنن. ولی در این مسئله چه شکرگزاری نعمت، ولی ممکن همون خواهری که مرا سوال داده است صدای مرا شنوه، گفت من در 27م، یک تاکی دیگر زنگ گفت من در 34م. داملا یگان آدمی مرید داری، یگان آدمی مقصد مناسب باشد، یک آدمی خوب باشد که مقصد آخی ما از حساب خوشروگی هم کمی نداریم، آخی کسب هم داریم، مقصد روزمان هم گذرانده هم میتونیم. همین قدری که عمرمان رفته است فرزند، ما مثال در آرزوی فرزند ما یک فرزند شوه از ما هم. داملا این مسئله در مرا یاردم کنید. انایی را همون خواهرای شوهرداری که در پیشون شوهروانو شکرگزاریشون نمیکنن، اینها را گوش کنید که اینها خواهش دارن خیلی کنم به فرزندا از دیگرها فرزند بگیرن، حتی یک حرامی را بگیرن کلان میکنن که ما به قدر فرزندای خودمان نمیرسیم. انایی به شوهرها را بینه که آرزو دارن، هوس دارن که روز شهد تا میگذرانم، همین قایی که مقصد از همه یک فرزند حلال شوه و منم مقصد صاحبی از زندگی شم. ولی بسیاری برادرها حتی میگه هیچی کم بود، تمام شرایط، حتی بگیم در دستامون از سیدکه و همو از بار اوچکنی را حتی دستامون هم جای سیدکه و بریدگی های، لیکن هیچ قدری در خانه نداره. نه خواهرای عزیز، پیامبر نازنین میگو که ایما امرأتین ماتت و زوجها عنها راض دخلت الجنه، اگر زن ای دنیا بگذره مردک شمی قپرسن ایمی زن راضی هستی یا نه؟ همین مردک صدقم بگه، ای روی تری شرم مردم نه، از روی که یک مردم نخندم نه، ایمی صدقم بگه من از امی زنک راضیم، خدا امی زنک رحمت و مغفرت کنه. پیامبر گفت که همه درهای جنت، 8 در جنت های از کدامش که میخوای داخل شد. بین از همه عبادت بالاتر انامین است که وقتی شوهر از تو راضی میشه. من در همین حیات خواهرای عزیز، مرا یک جوانی گو بیا بریم این پدری مرا یک مقصد مصلحت بده داملا که بسیار گریه میکنه برای مادرم. من وقتی رفتم مردک گریهش برای زنک دیدم، به نام خدای مهربان قسم بار اول دیدم. مردک چی مثال وادار کرد که گریه میکنه؟ انمو خدمت های نیکی زنک. میگه این قدر زنی خوب بود، میگه باور کنید، میگه اگر گناهگار نشم چخیلی که یک مادر فرزندش دوست میداره، انمی زن مرا میگه خیلی دوست میداشت، نوازیشو میکرد، همین قدر نگاه و بینو میکرد. میگه
حاضر میگه همون مرد است. مقصد نمی فرزندان در پیش مای میگم رنگ یک آدمی صغیره یون، یک آدمی بی‌صاحبم. وقتی این خیل مرد اگر بگه این زن این مرد دستش برداره و دعا کنه، شما میدونید که این مقام و منزلت زن در پیش خدا چقدر بلند میشه. برای همین به قدر شوهراتون خواهرای عزیز برسید، شوهراتون دوست بدارید، شوهراتون احترام کنید، حالتهای شوهرها را هم بدانید. بسیاری از زنها مقصد برادرها از مهاجرت هم زنگ میزنند که با زنهامون مقصد بگو شدیم، خیمگاز وضعیت بیزیبای، اینای بیماری آمد از کار نیست و از اوجا طلب کرده سای میفهمونیم نمیفهمن. خواهرای عزیز کمی صبر کنید. خواهرای عزیز مقصد دشواری بر بالای شوهراتون نیارین. شما میدونید که وقتی که با شوهرت تو جنجال میکنی، خدای مهربان میگه حورهای جنتی را، همون حورهایی که پگاه مرده که تو او را نکاح کرده در جنت میگیره، همه را جمع میکرده است. میگفته است بیایید حال مردک تا در دنیا ببینید که زنش با او چگونه معامله داره. میگه وقتی میآیند میگه لا تؤذی امرأة زوجها فی الدنیا الا قالت زوجته من الحور العین لا تؤذیه قاتلک الله. میگه وقتی که این گپزنی را به تلفن گوش میکنه یا جنجال تا در خانه میبینه، بعد اونها از او طرف او زنها حورهای جنتی که در زیباگی هم از شما در زیبا هن، در اخلاق هم از شما بالا هن، ببین او چی میگن؟ ای زنی دنیایی لا تؤذیه، این مردک آزار نته، این مردک ناراحت نکو، این مردک غمدار نکو، این مردک غضبناک نکو، قاتلک الله. ببین از همونجا ایستاده، از جنت ایستاده دعای بدت میکنه خدا تو را هلاک کنه. فانما هو عندك دخیل یوشک ان یفارقک الینا. این پیش تو در مهمان است. اونها میگن زود است که این کنار ما میآید، زود است که این پیش ما میآید. برای همین خواهر عزیز این سخنها را قدر کن. این سخنها هم از سخنهای کتابه. من برای راحت هم دنیا و هم آخرتت گفتیستم. من هم چطور مسلمانی برای مسلمان بودنت گفتیستم که از این نصیحت ها استفاده بر برای 4 روزه حیاتت مقصد آخرت از دست نتی. بسیاری زنها زنگ میزنن داملا همون او دنیا ده همین شوهرها هم قطیمانه. بله اگر به شرطی که شوهرت راضی کرده باشید، اگر شوهر از تو منتدار باشه، در همون دنیا هم همین مردک همراه تای. برای همین کاری کن این دنیا دم ای دست نتیش، اون دنیا دم از دست نتیش. رنگ زنهایی که صحابه احترام میکردن مردکا را دوستداری میکردن. شما میدونید خواهر عزیز، من از گویم شما را باورتونم نمیاد. میگه وقتی مردک میومد چلی که حاضر ما را یک مهمان نگاه میکنیم، میگه رنگی را یک مهمان نگاه میکرد. وقتی میدرامد رنگی مهمان قبولش میکرد، پشتی میگه دستی مردکش بوسه میکرد که یک بارک همین تا یک کو بیاد بیار از روز همون عروسی تا امروزه یگان بار پشتی همون دستی مردک تا بوسه کرده یا نه؟ بعد از این میگه می آورد آب نانش میداد. میگه برای وقتی مردکش خوش شدن در پیش مردکش میگه رقص میکرد که وقتی مردکش خوش شود. شما از این زنهای صحابه عبرت بگیرید. همه برای چی میکردن؟ میدونین برای چی میکردن؟ برای که اونها میدانستن که الله و پیامبر او گفتگی است که خوشنودی دل ای رضاگی الله است. برای این گپ میزدن، برای این کار میکردن. الله مهربان توفیق تان بده خواهر عزیز. خب سوالی دیگر گفتن کدام برادری ما گفته است که حضرت نوح 1000 سال عمر دیدگی است. در یک معرکه گفتن که این امکان ندارد که آدم 1000 سال عمر ببینه.
домло оё ҳамин ҳазрати нӯҳ 1000 сол умр дида ё на? бародарои азиз ва гиромӣ, мо сурае дорем ба номи анкабут, яъне анкабут ҳам тортанака меган. дар ояти 14 худои меҳрубон мегӯяд ки фалабиса фиҳим алфа санатин илла 50 ома. умри ҳазрати нӯҳро мегӯяд. ҳазрати абдулло ибни аббос тафсир кардааст ҳамин оята ки ҳазрати нӯҳ мегӯяд дар 40 солагиш паямбар шид, 950 сол даъват кард, 950 сол даъват кард. баъди оне ки дунё зери об монд, бо 60 соли дигар баъди дунёро об гирифтан боз ҳазрат зинда буданд. яъне ҷамъ 1050 сол ба қавли ҳазрати абдулло ибни аббос ҳазрати нӯҳ ҳаёт дидагие. ягон ҷои мақсад бародарои азиз душворфаҳмӣ надорад, ягон шубҳаам кардан дар кор нест. аввалан ояти қуръон аст. дуюман ки иллат ча муфассирон мегӯянд ки агар ҳамин хел умрҳои дароз намедиданд, дар дунё ҳеҷ ка набуд. барои дунёро одамша зиёд кардан ҳамин хел умрҳои дароз дар кор буд ки чӣ қадар одам зиёд шавад. ҳатто чоргонику шашгонику дигар ҳатто худои меҳрубон аз як шикам берун меовард то дунё мақсад пур аз одам шавад. ва дигар ин ки бибинед як каргас, неми каргас 100 сол умр мебинад, як паша 2 ҳафта умр мебинад. ҳазрати салмона бинем, салмони форсира нузҳатулмуттақини имом нававӣ мега 350 сол умр дидагиай. ин салмони форс. барамин ин чизе ки мисол далелу ҳуҷҷат аз ояти қуръонай ида шубҳа кан дар кор нест. лекин инҷа як чизи дигара нозикиша гӯем. ҳазрати нӯҳ 1050 сол умр дидароу, лекин ҳамаги аз қавмуш 80 касе мон овард. ман ҳисоб кардам як 12 сол ё 13 солда як одам имон меоварда. вале паямбари нозанин вақте дар 23 соли даъватуш вақте мегӯяд охирон ҳаҷҷатулвадода ки дигар баъди ҳамо аз дунё гузашт, 120 000 зиёд мардум аллакай мусалмон буданд. тасаввур кунед ки дар 13 ё дар 12-13 сол як кас имон меовард аз ҳазрати нӯҳ, вале дар паямбармон ҳисоб кардам сари ҳар 5 рӯзе як кас имон меовардааст. чӣ қадар аллоҳи меҳрубон бо паямбари худмонам марҳамати зиёд кардааст. ва рӯзи қиёматам аз ҳама уммати зиёд уммати муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васаллам аст. дигар саволе ки дар инҷа ҳаст, ҳукми залоқ чӣ аст? залоқ бародарои азиз, яъне ман вақте ки мошинхарӣ мерам ё аз як одам як чизеро харидорӣ мекунам, пешакӣ залоқ метавонам. $100 $200. лекин паго ё рӯзи дигараш меомам мегӯм мақсад бародар савдомон нашид, ё ки ман ягон мошини арзонтар ёфтам, ё ман мошини тура намегирам. анами ҳолатда мо ҳақ надорем ки ҳамун залоги гирифтагира дигар ба соҳибаш бар нагардонем. мо залога пас мегардонем, дар дасташ метиҳем. агар ягон зиёне шида бошад, мақсад ҳаққи стоянка мегем ё ягон роҳида бензин сарф карда бошем, аммо ҳаққи ҳамунҳоро мегирему, ҳамун зарарҳое ки дар ҳамин ягон рӯзе ки оварда бошад. вале ӯ залоги гирифтагӣ барои мо ҳалол нест. ӯ залога бояд пас бигардонем, ба соҳибаш битиҳем. дигар савол кард, гуфтааст момагӣ дар ислом ҳаст?
مامگیش. یعنی مامگیش مثل که اینا برنج و چای میگد اینجا آورده است و انا مرغی سیاه میبرده میکشته و هر ما مقصد همین کودک هم میبرده نزد همون مامش تا که همون برنج بده است و چای بده است و مثالی هم مرغی سیاه میبرده یا اگر همین کارها را که نکنی مقصد انا همین کودک نارسی تولد میشود. گفتم خیلی آیا همین ها در اسلام هست؟ نه خواهرای عزیز، این چیز در اسلام نیست. این چیزا به اسلام نسبت هم دادن هم در کار نیست. خب مامگی اگر همو وقتی زاییدن همو بگیم مادر یعنی زنی که همو را میزایانه انا را اگر هم چون ماما گوین و همو را یگان خدمت کنن اگر خیلی این شکل چیزی معمولیه دیگر بر هم معلومه و اگر خودش ماما هم که گویا میلش برای که در همو مقصد حالت وزبینی اشتراک داشت. لیکن ایه که ما چای بریم و مرغ سیاه بریم بکشه و تا که این فرزند مثال همو 9 ماه و 9 روزه پر کند اگر این کارو را نکنیم انا این نارسی تولد می شود اینها در گناهگار میشیم. انا همون سوالی که در ابتدا گفتم انا همین هم از خرافات خالی نیست. شما دانید که همه در ید قدرت الهی است. خدا هست که او را نارسی میکنه، خدا هست که او را پره میکنه، خدا هست که او را شما را تماما نمیته. برای همین اینها در اسلام یک چیزی زیادتی هست. فکر میکنم که دیگر همین سادگی ها باید وقتش گذشته باشد تا حاضر مردم حاضرن به همون فالبین ها و به همون جادوگرا و با همین نفرهایی که کتاب میکشاین و دیگر تا حاضر باور داره. چرا اینقدر شما مقصد ساده این؟ چرا اینقدر شما گپ گوش نمیکنین؟ خب اینجا سوال آمده است که دعای پیش از وضو و بعد از وضو، یعنی دعایی که در حالت طهارت، برادران عزیز اصلا در حدیث ها من نگاه کردم همین پیش از طهارت کردن فقط یک بسم الله آمده است. یعنی بسم الله ما میگیم و طهارت شروع میکنیم و دعای بگیم بعد از طهارت آمده است. یعنی من حدیث نگاه کردم. خب حدیث امام مسلم میارن، راویش حضرت عمر ابن الخطاب است. میگه ما منکم من احد یتوضأ فیبلغ او فیسبغ الوضوء ثم یقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله الا فتحت له ابواب الجنه الثمانيه يدخل من ایها شاء. این حدیث آمده است که یعنی هر کسی طهارت اگر تمام کرد بعد طهارت میتونه که انا میره گوین اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. انا این وقتی میگین خداوند در عوضش میگه درهای جنت 8 جنت چه برای تو میکشاید، از کدام درش که اگر تو داخل میشای یعنی تو در این رخصت داری. ولی من در چیزم دیدم در امام ترمذی در همین مقصد دوام حدیث زیاده کرده است. گفته است که امام ترمذی میارد که اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. ایرا میگه بگین باز بگین اللهم اجعلنی من التوابین و جعلنی من المتطهرین سبحانك اللهم و بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك و اتوب الیک. ایرا هم امام ترمذی آورده است که شما میتونید که مقصد انا بعد طهارت کردن انا این دعاش هم اگر زیادی کنیم انشاءالله انمون پاداشی که خبر داد انشاءالله ما و شما صاحب میشیم.
مسئله گفته است اگر بیمار شیم چیکار کنیم. اصلا بیماری هم برادرها و خواهرای عزیز انشاءالله خیر زیاد داره. از بیماری باید که ما خفه نباشیم، باید ناراحت نباشیم. پیامبرمون میگه که انا در حدیث که اذا مرض العبد او سافر کتب له مثل ما کان یعمل مقیما صحیحا. اگر کسی بیمار میشود همون چی کارهایی که در وقت بیماریش کارهای نیکی که داشت در حالت بیماریش هم همون نویسنده میشود. بعد وقتی بیمار شدین از خواندن سوره فاتحه هم استفاده برید. شما میتونید که 70 بار سوره فاتحه را بخونید. الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، همین تا آخر 70 بار بخونید. در آب دم کنین یا در دستان دم کنین و در تمام بدنتون بمالید. این هم برای شفا بسیار خوبه. دیگر اینکه شما میتونید که وقتی بیمار شدین از دیگرها را هم زنگ بزنین، بگین فلانی ده حقم دعا که که بیمارم، از این وسیله استفاده کن. دستت میرسیدگی باشه صدقه کن. ببین درود بسیار بگو. اللهم صل علی محمد، اللهم صل علی محمد و علی آل محمد. درود بسیار بگو. با سبب این شما میتونید که مقصد چیکار کنین؟ در بیماری هاتون شفا برسونین. حتی پیامبر گفته است که هرگاه بیمار شدین این دعا را بخونین. اللهم رب الناس اذهب البأس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. این حدیث متفق علیه است. همین را بخوان میگه و خب دست در بالای همون درد بماند. همین را بخوان. باز میخوانم اللهم رب الناس اذهب البأس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. همین میگه بالای درد دست بمانو، همین دعا را بخون. یا دعای دیگر ایشا میگه 3 بار بخون. بسم الله الذی لا یضر مع اسمه شیء فی الارض ولا فی السماء و هو السمیع العلیم. این 3 بار بخون. میگه دست در بالای درد بمانو، بخونه میره. باز دیگر 7 بار میگه اسأل الله العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک. میگه اگر همیرا درد مرگ نیامده باشه شما همین دعاها را بخونین، انشاءالله خدای مهربان شفاتون میده. یعنی اینها برادرای عزیز دیگر ضرور نیست که خیلی تا دعا خوان میایه و تا مثال او کس میرسد. شما از همین دعاهایی که من خواندم شما میتونین همین را نویسنده گیرین، در حالتهای کجایتون درد کرد همون را در همین جا بمانون، همین دعا را بخوان. مثال 3 باری دارد، 7 باری دارد، سوره فاتحه 70 بار دارد. بخوان در آب دم که هم را بنوش. انشاءالله وعده های پیغمبر ما وعده الله هست. برای شما انشاءالله خداوند شفا میده. خب در اینجا دیگر سوال کردن، گفتن که نورالدین از شهر پیرم بوده است. گفته است در حضور ملا و یک شاهد زنم را نکاح کردم، آیا نکاح من درست شده گیه؟ یعنی در پیش داملا و یک مرد دیگر. داملا مقصد نکاح را میخواند. داملا هم میتواند نکاح کننده باشد، هم به حیث شاهد هم میتواند. برای همین یک آدم دیگر باشد اگر قطعی داملا 2 کس هر دیده اگر همینجا داملا نکاح تانه خانه نکاح شما درست شدگی. یعنی علاکه هم 2 شاهد که یکی از شرطهای صحیح شدن نکاح بود علاکه هست. به همین خاطر نکاح کردگی شما برادر عزیز درست است. اینجا سوال آمده است که آیا یک دختر در اینترنت به نام دختری حاجی میرزا برآمد میکند، آیا همین حقیقت دارد یا نه؟ نه برادران عزیز، منم دیدم همین خیل با نام ما دختری حاجی میرزا گفته برآمد میکند، لیکن وای دختری ما نیست. برادرای عزیز و گرامی، از همه شما من خواهش میکنم مقصد هر کسی که چی برآمده دارین
انا چی دعوتی دارین؟ از نامه های خودتان مقصد. زیرا که حاجی میرزا خودش دعوت داره. حاجی میرزا خودش یعنی از عادی ترین، از هر یک حالت بگیم امکانیت ها را استفاده برده و ما مقصد چیکار کردیم؟ با یک امیدی که در پیشگاه خدای مهربان ثواب بگیریم، اجر بگیریم. بسیاری از دیسک ها را میبینی در بالاش مقصد حاجی میرزا نویسندگی، در درونش دیگر کسی. بسیاری شبکه ها در صورت من ماندگی میکشویش، در درونش دیگر آدم گپ میزنه. برادرای عزیز و گرامی، همی هم فریب آخه، همی هم نادرسته. چرا مثال صورت ما در درونش دیگر کس؟ هر کسی باشد نباشد صورت خودش بگذار، هر کسی باشد نباشد نام خودش بنویس. همون دورهای خطیبی بودن، بسیاری از برادرها رو فریب کردن، از نام ما میرفتن مبلغ میگرفتن، از نام ما میرفتن کاراشون بود میکن، لیکن ما درک نداشتیم. برای همین خواهر کسی هستی نیستی، چی دعوت داری نداری، خیلی بر نام دختری حاجی میرزا خودت معروف و مشهور نکن. اگر مقصدت از برای خدا باشد، ضرور هم نیست که تو نام تام بگیری، ضرور نیست که مقصد تو خودت هم نشان بدی، میلش دعوت کردن بگیر. ولی خواهرها و برادرای عزیز، یعنی همین صحیفه ای که من برای شما گفتم که همین صحیفه نور تیوی، ما همین صحیفه ایم. من از جانب همین صحیفه پیدا کردم باشد، از همین نام مقصد استفاده میبرند. برای همین عینیگاه شریعت هم این درست نیست وقتی که من خودم آگاهی هم ندارم یا من میتونم. خب دیگر سوالی کردن، گفتن زنهای زیناکار را در یوتیوب میبینیم، مردها گمانهای بد در نسبت زنهایشون میکنند. یعنی امروز برادرای عزیز بسیار جای به نام خدای مهربان قسم خجالت و شرمندگی که همین در اینترنت فقط همین گویم نوارهای بسیار نامناسبی که میمانند از طرف همین مردم تاجیکی، ما نمیدونم نادیده ایم یا بسیار جاهلیم یا ابلهیم چیم، نخوا مقصد هر یک حتی زنها را میبینی خداشون میگد میبرایند با طریق همون تلفن خداشون گویا ضبط کردن، گویا با شوهرشون در راههای دور باشن و با طریق تلفن گویا شهوت یکدیگر را مقصد آرام میکنن و با هم را در اینترنت میپرتایند. ای دادری عزیز، ای خواهر عزیز، ای خدا بترسید. الحیا من الایمان. آدم حیا باید داشته باشه، شرم باید داشته باشد. در 4 کتاب میخوندیم حیا میگو پوست ایمان، یعنی ایمان همین آدم همین لباسش نباشه، در حالت بی لباسی یک آدم بین، چهل مثال بسیار ناراحت کننده. همین ایمانی تا وقتی که لباس نداره او چهل ایمانه. یک کمتر از خدا بترسین. در درونی اینترنت این حقارت ببین، این ملامت ببین، این یکدیگر کافر گفتن و یکدیگر پس زدن ببین. این معلوم می شود که یعنی چند قدر دانش شما، عقل شما، تمیز شما چه مقدار است. اما گفتی عزیزا در سخن گفتن خطای جاهلان پیدا شود، تیر کد چون از کمان بیرون شود رسوا شود. همین آدم دهن شوی کد میفهمیش که کیه، لیکن همون نواری که تو میپرتای همون نشان میده که تو چی قدر آدمی رزیلی، چی قدر آدمی پستی. زیرا که از این میلیون ها نفر نگاه میکنن، شما ملت تاجیک شرمنده میکنید، مسلمان شرمنده میکنید. لیکن برادرای عزیز، هر آدم اگر هر نواری را میبینی زنهایی که زنا کردیسن، شما در راست زنهای خودتون گمانی بد نکنید هیچ وقت، زیرا گمان هم گناه های. گمانی بد نکن. انشاءالله تا ای زنت خبرگیری که خیلی 3 سال و 4 سال در هر یک
даруну берун нагард, аз ҳолаш хабар бигир ки мақсад бо даст ба ҳамин корҳо ҳам назана, вале гумони бад накунед. ин наворҳо сабаби вайронӣ зиндагитон нашавад. баръакс, агарчанде ин наворҳо бисёри бисёр разиланд, бисёри як пастиёро нишон метаҳанд, а як тараф барои баъзеҳо дарс шаванд ки бин ки мақсад иллати зино кардани ҳамин чияй. чаро? шояд баъзеҳош мисол сабабгор мардҳо шида бошанд, шояд баъзеҳош мақсад фирефтаи шайтон шидагиянд. анаминҳора бисёр, ё шояд ҳамин телефон, ҳамун наворҳоеро ки тамошо мекунед, ҳамун барномаҳои порнографиеро ки тамошо мекунед, баъд хоҳишотон дар ин пайдо шидан мегирад. барои ҳамин худотон аз ин чизо дур кунед. савола ман мехонам, шумо худтонро чӣ хел ҳис мекунед дар набудани мардак занак шавҳар кунад? ӯ як каси дигар савол кардае ки мардакам гуфтааст мардҳо ҳам хоба мешаванд. аввалан ку ин никоҳ нест. инҷа дар муллоро ҳам мо маломат кард наметавонем, ба хотире ки бечора чӣ медонад ки зан шавҳар як кори дар дунёи нест. хотири як мақсад дешаи худат мекунӣ ӯро худ дар азоби худо имсиё вақте ки мардаки шавҳар кард дора азиз шумо дар зеро никоҳи ту ҳаст, яъне ӯ зани ту агарчанде бо ҳамхоба шида ба ту рафтан мегирад. ҳамин ҳолат халоқ кунед, мардакам хабар тиҳед ки никоҳи ман то ки дар байни як фикна баъд ман сар никоҳ то зиндагӣ нашавад. дора аз кирдорову аз ин рафтор имрӯз ҳақиқатан он хароб шудааст. мушкилай ҳозир метавонам хеле барои инҳо гӯём, лекин як нукта агар шуъур аст, начу чаро шуъур аст. бародарои азиз ва гиромӣ, барои шумо чанд инҷа лекин эҳсос шидон ана барои суолҳотона бо дар рӯзҳои наздик ҷавоб мегӯм. манам бисёр машғулам. танҳо фақат ба ин як суолу ҷавоб ҳатто мегӯём ба мавзӯъам вақт намеёбам. як кори зиндагӣ рафт кори бандагӣ ҷиро кунед, модар мазан метон фалон дигар. ҳамин бародарое ки маъракаро нороҳатӣ тонай ман ҳамсоям ход дарун ба хоҳиш гардонад мақсудҳо бародарое ки оли ана худо бо роҳҳои осон кунад умрҳо бошем. имрӯз
که سرگردان کرد جمهوری از روی جهان و قسمت مردم رحمت و مغفرت شد. کسایی که امروز بیمار میتون، کسایی که خدای مهربان